Recently something has come to my attention that wallahi I believe با نزدیکی چیزی به دقت من افتاد. والله من فکر میکنم که این مسئله باید راه حل خودش را یابد. پس مردم درک میکنند که این است احوال امت محمد صلی الله علیه و سلام. یک خواهر با من تماس گرفت و گفت دختری من یک مشکلات را از سر میگذراند و به من کمک لازم است. به من مصلحت لازم است. پس پرسیدم چی مشکلات؟ وی به من گفت دختری من بعضا وقت با لباسش سرش را می شوید. بعضا وقت من دخترم را پس از ساعت 12 در قبرستان می یابم. در بالای قبرها می خوابد. بعضا من دخترم را ساعت 2 شب در باغ پس خانه زیر درخت خوابیده می بینم. باری از پای او رفتم و او با کسی صحبت می کرد. وی او لاس زدن را دوام می داد. وی با زبان سخن می گفت که من نمی فهمیدم. بنابراین من خواطر شدم. باری وی با دوگانه هایش به بیرون برآمد و من از پس وی رفتم تا ببینم که او کجا می رود و او به یکی از کلوب ها رفت. پس من آنجا را ترک کردم و من به خانه برگشتم. به همان باغ رفتم، در آنجایی که وی عادتا خواب می کرد. در آنجا من یک توده صحیفه های قرآن را دیدم که در بالایشان خون ریخته شده بود. در آن صحیفه ها نجاست و پیشاب هم دیده می شد و بعضی از صحیفه های قرآن سوزانیده شده بودند. وقتی که وی برگشت من پرسیدم آیا تو این کار را کرده ای؟ وی گفت بله من این کار را کردم. قرآن را سوزانیدم. خون حیض خود را در بالای آنها ریختم. من پیشاب خودم را به آن صحیفه ها گذاشتم. پرسیدم چرا چنین کرده ای؟ گفت زیرا پروردگار من شیطان ابلیس است. من خواستم که این قربانی را بهر وی بکنم و من این قربانی را انجام دادم. برادران و خواهران من، شنوندگان از تمام جهان، چنین است احوال بسیاری ها و بسیار آدمانی که در اطرافمان هست جنها همراه می شوند. هر یک آدم با خود یک شیطان دارد، اما وقتی که شخص به جن پیوست می شود دلخواه واقعه رخ دادنش ممکن است. و مثل سرگذشتی که درباره یک خواهر بود و من ذکر کردم، مصلحت من چنین است، جستجوی محافظت است با آیت‌های قرآن، با شکستن جادوها. والله این نقشه شیطان است برای نابود کردن امت محمد صلی الله علیه و سلام. چرا چنین است؟ چون که ان شاء الله امت محمد صلی الله علیه و سلام به جنت خواهد رفت. از الله متعال دعا میکنم که الله امت محمد صلی الله علیه و سلام را از سحر و جادو نگاه دارد، از شیطان های بد که پیوسته کوشش میکنند که به آنها حمله کنند و آنها را از راه راست دور کنند. و شیطان هرگز شما را تنها نمیگذارد تا از راه محمد صلی الله علیه و سلام بیرون شوی و راه مؤمنان را ترک کنی. خدا تمام امت محمد صلی الله علیه و سلام را در پناه عصمت شریفش نگاه دارد.